پدرم برگشت گفت گلنار میدونیم ما مملکتمون انقدر جلو و بالا رفته که ما از خیلی از ممالک اروپایی حتی جلو زدیم، اما قدرت هایی هستن که میخوان جلوی این موضوع رو بگیرن و اگر این اتفاق بیفته من خودم میدونم که من یکی از اولیام که برم. من همون موقع یادمه که زدم زیر گریه و پدر من خیلی تعجب کرد، گفت گریه نداره، زندگی همینه. گفتم تو داری راجع به مرگ و زندگی صحبت میکنی؟ بعد گفتش که عزیز من مثل اینکه تو بین مرگ و زندگی رو خیلی فاصله گذاشتی، بدون که به جز یه غبار نیست، ما آمدیم که بریم، ولی اون زمانی که ما در این مملکت و در این دنیا هستیم چی کار میکنیم مهمه و چی برای بچه هامون میذاریم وقتی که از این دنیا بریم.